به خدا شما هم دستتون یه گول برقی باشه مغزتون میزه. چون باید هم مغزت کار کنه هم دستت. چون باید هم مغزت کار کنه هم دستت. ولی این جدیده رو نگفته بودم. آقا جدیده کجا پاره است؟ جدیده پاره است. 2 تا سوراخ هم داره. بلای علی 2 تا سوراخ. حتی با سوراخ اصلیش میشه. نه دیگه نه. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته. کثیفه، مستهجنه. اینو خدا کمک کرد و سوراخ اومد. فلبداه من همون لحظه هم سوراخشو دیدم. 2 تا سوراخ داشت. سوراخ اصلی رو من میخوام جرت بدم بزن روغن که دردت کمتر شه. ما نیازمند 2 تا لیوانیم و یه بادکنک. زیبای خفته. لیدر جمع. بهترین. بذار ببوسم. نه. خواهی مال و سگ بگار. بنده یک اساسنامه چی میگه؟ میگه این ماسماس یعنی کلن ملکیش ماسماس. شروع میکنیم با ویدیو اول. ببینیم وضعیت مدارس چگونه است. رقص دخترها تو مدرسه. وای دخترها هم داستانی دارن ها. به خدا اگه اروپا اینجور باشه والا. یو گایز، بچه ها به مناسبت 100,000 تایی شدن کانال یوتیوبم تصمیم گرفتم بالاخره کنم. خیلی سخته واسم چون من نقاشیم اصلا خوب نیست. پس فهم بدید نمره 20 متولد سال 1375 یا 1996 میلادی در یک خانواده 4 نفره، یعنی پدرم که نمیدونم چرا شبیه داعشیا دارم میکشمش، اما خیلی بیشتر شبیه به ابی خواننده معروف. شاید این حرف تلخی باشه که میگم یا بدبینانه باشه، ولی الان حسم اینه دیگه به درد نمیخوره این دنیا. احتمالا خیلیاتون میدونید که من اهل شهر اصفهان هستم، یعنی اصالتا اصفهانی هستیم. به خاطر همین هر سال عید میرفتیم اصفهان و اونجا به همراه پسرخاله‌ام میشستیم صبح تا شب میکردیم. من عاشق این بودم که بشینم و ترسناک رو ببینم چجوری پسرخالم پیمان میکنه، چون خودم جرأت کردن نداشتم. من به خونهشون رفتم و با هم میکردیم و عشق و حال دنیا رو میبردیم. این آغاز آشناییت من با گذشت من کار با یاد گرفتم و کلی میکردم و این خیلی برای من ارزشمند بود چون فقط 12 سالم بود و همیشه هم خجالت میکشیدم برم گیم نت یا به پلیرهای کانتر بگم من 12 سالم. فکر میکردم خیلی بچم و این باعث شرمندگیه. خیلی خنگ بودم. سریع امتحانا رو میدادیم و همه پسرها و دخترها یه پارکی توی شهرک غرب به اسم پشتگذر که پشت پاساژ گلستان بود همه اونجا جمع میشدیم. دلیلشو نمیدونم اما همه جمع میشدیم و علافی میگذروندیم و میخندیدیم و کیف میکردیم. به خدا اگه اروپا اینجور باشه والا. اونجا برای اولین بار تاکسیک گرل دیدم که عاشقم بود و من محل نمیدادم. تو چقدر نمکی کونی. تنها رفیق دوران سخت و غمگین من کسی نبود جز کاپیتان، سگ همسایه‌مون که نژاد گلدن ریتریور بود و فوق‌العاده مهربون بود و همیشه با هم بازی میکردیم و سرمو گرم میکرد. شاید این حرف تلخی باشه که میگم یا بدبینانه باشه، ولی الان حسم اینه دیگه به درد نمیخوره این دنیا. الان من هم PS4 داشتم و هم ایکس باکس وان، یعنی واقعا رویایی بود. روزا بازی میکردم و تایممو کلا با بازی پر میکردم که یه روز پارسا گفت خجالت بکش تخم‌سگ. گفتم میتونم من آیدیمو بذارم اینجا یه سری چیز بردارم بعد 2-3 روز دیگه بیام پولشو بدم، که یارم خیلی رو گفت نه تو نمیتونی. الان امروز دیدمش تو نه اون برو خودش برد نه من برو خودم.
نمیخواسته بده دیگه، کاری که نمیشه کرد، ولی من اگه بودم این کارو میکردم. مثل سگ دروغ میگن. این موقعی که ما بودیم اینجا همش گل بود، نه خوشگل نبود. ولی وای تمام خاطرات هم داره جلوی چشم میاد و یه بغضی گرفت. نه بغض نگرفت. ولی من همیشه آرزوی روزهای خوب و به خصوص پول برای همتون میخوام. وقتی این آرزو کنی قطعا روزهای خوبی که تو ذهنت سریعتر میرسه، چیزهای خوبی که تو ذهنت تصور کردی سریعتر بهت میرسه و همه چی بیشتر شبیه اون رویاهایی میشه که داری و قطعا رویاها دست نیافتنی نیستن. عزیزم چقدر زیر میزنی. اینقدر احمقن که خودشون هم دارن ضررهای میلیاردی میکنن، ولی بدونید که اصلا اینا هیچ چیز جز خودشون براشون مهم نیست. یعنی قشنگ میگه به تخمم، مردم به تخمم، این فقط خودش. و اینقدرم طمعکارن این همه خوردن بازم میخوان بخورن. بیان اینو بخور، بیا اینو بخور، تری بخوریش. قحطی و گرانی باعث مرگ میلیون ها ایرانی خواهد شد. خط فقر که الان 18 میلیونه بیشتر میشه و تو طول 3 سال آینده به 60 میلیون میرسه. پس کارمندان دولت که الان وضعیت بخور نمیر دارن منتظر شرایط بدتر از این باید باشن. خیلی دردناکه چیزایی که میگم. اصلا میدونم چون قلبم الان گرفته، واقعا قلبم گرفت. سیاست چی میشه؟ اگه جمهوری اسلامی پابرجا بمونه، متاسفانه حکومت و سیاستمداری واگذار میشه به افرادی که فاقد شایستگی هستن، یعنی آخوندها که 1-2 سال حوزه علمیه درس خوندن میان پشت میز ریاست میشه. در واقع این کار به ضرر کشور. کیرم تو کس خاره یکیشو، کیرم تو کس خاره یکیشو خدا شو. کامنتو ساب یادتون نره تقدیم روی ماهتون. آدم باید یکی رو داشته باشه که خودشو به خاطر اون جمع جور کنه، نه از ترس اون. خفه شو بابا. چون فکر کنم کفترها واقعی نیستن، کفترها ماشینای ایلومینایناین. اگه خواستین یه قسمت براتون راجع به کفترها درست میکنم، شما هم باشون دشمن میشین و میفهمید من چی میگم. مثلا این کفترهای خارجی، کفترهای ایران خوبن، کفترهای خارج واقعا یه تختشون کمه. من میگم یه چیزی زده یه چیزی میزنن و میان، خدا میدونه سخنرانی میکنن، اصلا میگیم بابا اینا دیگه کیان. ای وقتا میگم من خیلی دلم الان ساقی کیه.